صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ، کتاب دوم، باب 1، عصر 21، عصر فرهنگ صلح و وحدت انسانیت. یا خود مسئله جهانی افزایش روزافزون اهالی را در منطقه آسیا و شرق نزدیک گیریم که در 10 سالهای آینده عصر 21 به یکی از مشکلات جهانی سیاره و سراسر آسیا تبدیل خواهد یافت. موافق دلیل‌های آورده عالم برجسته نفوس‌شناس دابلر در کتاب 10 جلده تاریخ تمدن و اخلاق، اگر در سال 5000 پیش از میلاد شماره اهالی روی زمین تقریباً به 12 میلیون نفر باشد، در سال 1000 پیش از میلاد شماره اهالی قریب 10 برابر افزوده به 100 میلیون نفر میرسد. ولی در انتهای قرن 20 صرف نظر از قربانی‌های مدهش جنگ‌های یکم و دوم جهانی، اهالی سیاره ما با سرعت بسا بزرگ افزوده به 6 میلیارد نفر رسید. گذشته از این، تنظیم دموگرافی، مشکلی اقتصاد، معارف، فرهنگ و طب موجودند که با افزایش اهالی بی‌واسطه رابطه دارند. در برابر مسائل ذکر شده، مسئله‌های مناسبت با شرق، جهان اعتقاد و تمدن اروپایی همچون اساس رشد من بعد جامعه در عصر 21 از جمله مسائل مهمترین می باشد که در پیشروی کشور صاحب استقلال ما می ایستد. کفالت رشد استوار تاجیکستان، دولتداری دنیوی، فرهنگ و روحانیت دنیوی در اساس آزادی وجدان می باشد که خلاف گومانیسم، خرد و اخلاق نیست. عصر 21 از ما استقبال ارزنده همکاری‌های متقابله را هم با کشورهای پیشرفته دموکراتی و هم با جهان اعتقادی تقاضا می‌کند. در مجموع، سیاست خارجی ما، سیاست صلح، روابط همکاری، حسن همجواری و دوستی و رابطه با کشورهای دور و نزدیک است که جوابگوی منفعت‌های عالی وطن، امنیت منطقه و تمام جهان میباشد. تاجیکستان با راه انتخاب کرده خویش چون جامعه آزاد و صاحب اختیار پیش می رود و می کوشد که برابر از برنمودن دستاوردهای تمدن جهانی سیمای فرهنگی و عنعنه‌های خاصش را حفظ نماید. چنان که ژاپنیا در برابر دستاوردهای بزرگ علمی و اقتصادی عنعنه‌های خاصه خود را نگاه داشته، در جهان متمدن مقام ارزنده دارد. تاجیکستان در پیشروی خود راه دراز و پرمشقت و مشکل‌های حل طلب زیادی دارد. در آستانه به عصر تاریخ قدم نهادن 1000 ساله سیوم ما برد و باخت و دستاوردهای خرد و بزرگی خویش را یک بار دیگر مقایسه و تحلیل نموده با دورنمای مکمل بنیاد جامعه نوین به سوی عصر 21 رهسپار می‌گردیم و اعتماد کامل داریم که عصر 21 برای خلق مهنت دوست و باخرد تاجیک عصر دستاوردهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی، عصر کامیابی‌های بی‌نظیر علم و فرهنگ خواهد شد. در عرفیت میگویند اگر بخواهی آینده را ببینی به گذشته نظر نما. از همین خاطر ما گشته و برگشته به گذشته تاریخ خلق خود نظر می‌افکنیم، راه پیموده نیاگان خود را در ترازوی عدل و انصاف برمی‌کشیم و از برد و باخت آنها سبق‌های عبرت‌آموز می‌اندوزیم. به شاهراه عصر 21 با پند و اندرز و دعای خیر گذشته‌ها رهسپار می‌گردیم و می‌دانیم که در این راه دشوار تحکیم استقلالیت ملی و مرحله دامنه‌دار سازندگی و بنیادکاری‌ها پرچم صلح و وحدت راهنمای و هدایتگر ما به سوی آینده نیک و زندگی آسایشته است. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ ادامه دارد.